ما مثل این درختاییم. بزرگترین داراییمون چیه؟ ریشه هامون. دوستا به 3 مدل تقسیم میشن. یه سری‌ها مثل برگن، یه سری‌ها مثل شاخه، یه سری‌ها مثل ریشه. دوستایی که شبیه به برگن با اولین باد پاییزی میریزن. تو روزای آفتابی هستن اما تو روزای ابری محو میشن. میدونی وجودشون موقتیه، اصلا از جنس موندن نیستن. دوستایی که شبیه به شاخه‌ن یه قدم جلوترن. شاید بتونیم رو حمایتشون حساب کنیم، شاید یه وقتایی بتونیم زیر سایه‌شون آروم بگیریم، اما نمیشه بهشون تکیه کرد. چون تحمل سختی‌های ما رو ندارن. اما دوستایی که شبیه به ریشن، ببین اونا مثل گنجن، خیلی نادرن، خیلی کمیابن. نه طوفان‌های زندگی اونا رو میتونه از پا در بیاره، نه سرمای زمونه. میدونی بی صدان، بی ادعان، اما هستن. ما رو سرپا نگه داشتن، ما رو زنده نگه داشتن، اصلا باعث جوونه زدن دوباره ما میشن. با برگای زندگی شادی بسازیم، با شاخه های زندگیمون تجربه بسازیم، اما حواسمون به ریشه های زندگیمون باشه. ما رو سرپا نگه داشتن. هر درختی قبل از اینکه درخت بشه و ریشه داشته باشه خودش ریشه بوده. تو چی هستی؟ یه نگاه به خودت کن صادقانه. برگی، شاخه‌ای، ریشه‌ای برای بقیه. اگه دنبال ریشه می‌گردی، دنبال ارزشمندترین دارایی زندگی هستی، اول خودت باید تجربهش کنی. قبل از اینکه این پستو برای ریشه زندگیت بفرستی، چون واقعا ارزششو داره، دوست دارم برام بنویسی که خودت فکر می‌کنی چی هستی صادقانه.